صحن مکتب رقم 64 دهه رکناباد جماعت وروی پنجکین مراسم پرده برداری از نیم پیکره دانشمند معروف زاده اندیار علاخان افسحزاد دایر شد. شهرداری پنجکین گفت نیم پیکره این ادبیات شناس شناخته به خاطر پست داشتن زحمت‌هایش در عرصه علم گذاشته شد. علاخان افسحزاد دوم نوامبر سال 1935 در دهه وروی به دنیا آمده. 15 ایول سال 1999 در سن 64 از عالم چشم پوشید. علاخان افسحزاد سال 1961 بعد ختم رشته فیلولوژی تاجیک دانشگاه دولتی تاجیکستان در پژوهشگاه خبرشناسی اکادمی علم‌های تاجیکستان به فعالیت علمی پرداخته. از سال 1972 تا آخر عمر مدیر بخش متن‌شناسی این پژوهشگاه بود. علاخان افسحزاد در موضوع آثار و افکار جامعی رساله نامزدی و دکتری دفاع نموده. یکی از معروفترین عالمان جامعه شناس به شمار می رفت و بخش اعظم تحقیقات علمیش پیرامون آثار عبدالرحمن جامی بود. نشر متن علمی انتقادی چندین اثرهای جامی در مسکو و دوشنبه بخصوص بورستان، لیلی و مجنون، فاتحت الشباب، واسطت العقد و خاتمت الحیات از دستاوردهای برجسته علمی متن‌شناسی شوروی به شمار می رفت. علاخان افسحزاد همچنین نوشته‌هایش عاید به تئاتر و موسیقی و اربابان هنر ملی را در مجموعه زندگی در صحنه گرد آورده. در این کتاب مسائل حساس هنری امروزه تاجیک را مورد بحث و بررسی قرار داده است. سال 2000 از جانب اکادمی علم‌های تاجیکستان جایزه به نام علاخان افسحزاد تأسیس یافته است که به دانشمندان موفق ساحه سپرده می شود.